شنیدم که علاقه داری باهاش بازی کنی. منظورم بازی های جنگی و شوتر مثل پابجی موبایل و کال آف دیوتی موبایله. ولی خب نظرتون راجع به بازی های جنگی که با ماشین هستن چیه؟ ساعتها گشتم و دوتا از بهتریناشو پیدا کردم که واقعا ارزش بازی کردن رو دارن. پس ویدیو رو تا آخر ببین چون قرار صحنه های خیلی عجیب و جالبی ببینی. بازی اولی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست بازی عمو سیبیل. البته اسمشو من گذاشتم ولی اسم اصلیشو جلوتر بهتون میگم. این بازی کلی مودای بازی داره و شما میتونید هر کدومش رو تجربه کنید، ولی ما بیشتر با مود جنگ با ماشینش کار داریم. مثل هر بازی دیگه هر چقدر که بیشتر بازی کنید و برنده بشید میتونید با اون پولایی که جمع کردید ماشین خفن‌تر بخرید یا روی ماشین فعلیتون سلاح‌های خفن‌تری ببندید. بازیش همچین آسون هم نیستش که فکر کنید هر دست میتونید ببرید و جایزه بگیرید. اولش یکم لیلی به لالاتون میذاره که یکم با بازی حال کنید، بعدش چنان دهنتون رو سرویس میکنه که از 100 جا پاره میشید. این قسمت هم که عمو سیبیل هوس هوری پری کرده بود. حالا شاید خیلیا ندونن عمو سیبیل سینگله، خلاصه داشت با هوری پریای بازی میکرد که زنگ زدیم پلیس اومد برداشتش برد. حالا که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردی به خاطر عمو سیبیل هم که شده ویدیو رو لایک کن. ناگفته نماند این بازی یه مود جهان باز هم داره که مثل جی تی ای میتونید دهن NPC ها رو سرویس کنید و همشون رو پاره کنید. ولی خدایی بیاید قبول کنیم هیچ بازی به سبک جهان باز نمیرسه. یعنی تو این بازی قشنگ میتونی خودتو تخلیه کنی دیگه. البته روال بازی همیشه اینطوری نیستش. بعضی وقتا NPC ها خیلی قوی میشن و میان سراغت تا وقتی هم که درت نذارن بیخیالت نمیشن. بفرما آتیش گرفت. اسم بازی رو این بالا براتون میذارم، زودتر اسکرین شات بگیرید که بریم سراغ بازی بعدی. بازی دومی که میخوام بهتون معرفی کنم از اون بازی قبلیه خیلی گرافیکش بهتره و اگه گوشیتون یک ذره قوی باشه حسابی میتونید از این بازی لذت ببرید. تمرکز این بازی بیشتر روی جنگ با ماشین هستش و جهان باز و این داستانا دیگه نداره، ولی خب جزئیات این بازی واقعا فوق العاده است. بازی اولش دوتا ماشین ساده بهتون میده، ولی هر چقدر که بیشتر بازی کنید میتونید ماشین های جدید بخرید و ماشین های تقویت شده و قوی تر بخرید. حالا داستان بازی چی هستش؟ همینجوری الکی باید با همدیگه بجنگیم تا همه بمیریم؟ نه خیر، شما یه هدف مشترک دارید که باید مپو برای خودتون کنید. 18 ماشین شما هستید و 18 تا ماشین هم دشمناتون. در ضمن بازی آنلاین هستش و تمام بازیکن‌ها واقعی هستن، یعنی یکی مثل خودتون داره بازی میکنه، همینجوری NPC الکی نیستش و به همین دلیل هستش که بازی فوق‌العاده سخته و همون 10 دقیقه اول که شما بازی رو نصب میکنید آسونه، بعد از اون دهنتون سرویس میشه. این جایی هم که مشاهده میکنید گاراژ ماشینا هستش. هر چقدر که بیشتر بازی کنید ماشینای خفن‌تر میتونید بگیرید. من فعلا 3 تا ماشین دارم، ولی خب شما اگه بیشتر بازی کنید تا 5-6 تا ماشین فکر کنم بهتون بده. هر دستی که بازی میکنید و برنده میشید بازی یه مقدار پول بهتون میده که با اون پولا میشه یه چیزای خیلی خفنی خرید. مثلا میتونید نیرو بخرید. الان این چیزی که مشاهده میکنید نیروی محافظت هستش که یه حباب میاد دورتون و هر چی تیر بزنن بهتون نمیخوره. یا میتونید نیروی نیتروژن بخرید و سرعت ماشینتون بیشتر میشه. ولی خب نیرویی که من خودم میپسندم نیروی نامرئی شدن هستش. لامصب خوراک کمپریه، بری یه جا وایستی یارو همین که اومد بزنی تو سرش صدا سگ بده. اسم بازی این هستش و حجمش هم خیلی کمه واقعا نسبت به گرافیک خفنی که داره. کلا 300 مگابایته. البته موقع دانلود حواستون خیلی جمع باشه چون ممکنه یا این عکسو بیاره یا این عکسو. این یکیش مال قبلن یکی مال جدیده، ولی خب بعضی از سایت ها هنوز اون عکس قبلیه رو گذاشتن. خلاصه اگه از هر جا دانلود کردید 2 تا نسخه یکیه، فرقی نداره. حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر دوست داشتید چنل رو سابسکرایب کنید، باعث خوشحالی من. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.